خب سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. این اولین ویدیو من تو یوتیوبه و امیدوارم که حالا بتونه بهتون کمک کنه و خوشتون بیاد. امروز اومدیم یه بحث جدیدی توی مارکت به وجود اومده، تو مارکت اتوماسیون و حالا چه دیجیتال مارکتینگ یا هر کار دیگه‌ای. یه بحث جدیدی اومده که حالا این روزا با ترند AI و اینجور چیزا یه AI ایجنت اومده توی بازار و خیلی ترند شده. من قبلا حالا توی منوهای میک و تو چنل های یوتیوب و بقیه جاها دیده بودم راجبش، ولی وقت نکرده بودم که برم راجبش تحقیق کنم و ببینم چیه. 2-3 روز پیش یه دونه ایجنتی حالا اومدن تست برای بیزینس که داریم ساختم و خیلی شوکم کرد و اصلا یه جورایی تقریبا میتونه بازی رو عوض کنه تو هر بیزینسی و خیلی چیز جذابی اگه بتونیم خوب ازش استفاده کنیم و اصلا فرای هر چیزیه که ما بهش فکر میکنیم و میتونه به عنوان یه دستیاری کنارمون هر چیزی رو که بخوایم برامون انجام بده، در صورتی که بهش دسترسی های لازم رو بدیم و بهش آموزش لازم رو بدیم. و این خیلی فرق میکنه با اون تسکی که توی چت جی پی تی و اینجور چیزا که اومده، که حالا یه قسمتی داره توی 4O 4.5O، یه قسمتی داره به نام حالا تسک که تو میتونی یه سری تسکا انجام بدی که آقا هر روز مثلا قیمت بلیط هواپیما رو بهم بده، یا نمیدونم هر روز 8 صبح مثلا با هم یه چند دقیقه صحبت کن. این خیلی فرق میکنه با این چیزی که حالا به عنوان AI ایجنت اومده تو بازار و میتونه اصلا تو هر بیزینسی استفاده بشه و یه سری دسترسی ها لازمه، یه سری فلوهای اتوماسیونی لازمه که بهش بدید و اون میاد با توجه به شناختی که پیدا کرده از اون تسکایی که بهش دادید با مشتری، با اون کسی که ارتباط باش میگیره یا اصلا حتی خودتون باهاتون صحبت میکنه و اون کارو به بهترین شکل ممکن براتون انجام میده. حالا شاید یه خورده الان براتون گنگ باشه، میریم جلوتر با هم دیگه مثال کاربردی میزنیم و راحت‌تر میتونید باش ارتباط برقرار کنید. من امروز یه دونه پلتفرم داریم ما به نام make.com که حالا همینجوری که میبینید توی صفحه توی اسکرین این وبسایتشه که خیلی چیز جالبیه و کلا خیلی اتوماسیونای خفن و خیلی قوی میشه روش زد. و حالا امروز من اومدم با یه دونه از اتوماسیونی که حالا بتونه توی یه چت باتی توی تلگرام شکل بدید و حالا بیشتر برای بیزینس های کوچیک استفاده میشه، ولی خب ایدهشو میتونید بگیرید و توی بیزینس خودتون هم استفاده کنید، کار سختی نیستش تغییرش و میتونه حالا با مشتریاتون صحبت کنه و حالا به جای اینکه حالا آیدی خودتون رو بدید به عنوان کسی که مشتری‌ها میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، آیدی این چت باتی رو که قراره بسازیمو بدید روی وبسایتتون بذارید یا به مشتریاتون بدید و تو هر زمانی اونا میتونن بهش پیام بدن و سوالاتشون رو بپرسن، کارهاشون رو انجام بدن. حالا من امروز یه کاری که اومدم انجام دادم، یه سری سوال‌ها رو آماده کردن که بتونه جواب بده و اگه مثلا مشتری رسید پرداختش رو میخواد مثلا میتونه از سایت شما بگیره، مثلا از این چت بات میتونه بگیره. حالا نمیدونم برای یه سری بیزینس کاربردی، برای یه سری بیزینس کاربردی نیست و حتی میتونه مثلا رسید کارت به کارت رو بگیره و اینجور کار رو میتونه انجام بده. حالا با هم دیگه میریم بیشتر توش عمیق میشیم. من از پلتفرمی که استفاده کردم میکه و حالا من چندین سالی که دارم با این پلتفرم کار میکنم و خیلی کارها میتونه برام انجام بده و میتونید بیشتر راجبش بخونید و حتی اگه هم دوست داشته باشید و اگه خوب بازدهی بخوره، بازخورد بخوره، من میتونید برام کامنت کنید توی این زیر همین پستی که توی یوتیوب دارید میبینید و به هم بگید که حالا چه نوع سناریوهای دیگه واسهتون جذابه. هر چیزی که شما بخواید رو میشه ساخت و اون چیزی که حالا بیشترین نظر رو داشته باشه توی این کامنت ها من دوباره براتون میسازم و حالا قرار میدم توی یوتیوب. شما میتونید از یه ابزار دیگه هم استفاده کنید، اونم خیلی این روزا ترند شده، به نام N8N. حالا این دوتا شبیه به همن از یه بابت‌های میک و N8N و از یه سری جهت ها هم با هم دیگه متفاوتن و حالا بر اساس کاربری که دارید میتونید از هر کدومش استفاده کنید، ولی فلو و کلیاتش یکیه. حالا من بیشتر از این دیگه توضیح ندم و صحبت نکنم، بیشتر بریم روی کار با هم دیگه ببینیم.
وارد سایت make.com میشید. حالا اینجا میتونید یه اکانت فری باز کنید برای حالا تستش. و میک اصلا چیز خیلی گرونی نیستش، پلتفرم خیلی گرونی نیستش. حالا ماهانه اگه بخواید پرداخت کنید، ببینید پلن فریش 1000 تا اپریشن بهتون فری بهتون میده، میتونید استفاده کنید. ولی اگه ماهانه 11 یورو بدید تقریبا میشه نمیدونم بکنم 1 میلیون تومان تقریبا اینطورا بشه. میتونید از 10,000 تا اپریشن در ماه استفاده کنید و حالا اگه این دوباره تموم شد 20 تاش کنید میشه ماهی 19 تا و خیلی پلن گرون نیست. 20,000 تا اپریشن خیلی رقم زیادیه و حالا اینو میتونید ببینید که بیزینستون تا چه حد نیاز داره بعدش استفاده کنید. من اینجا اکانت دارم. حالا اگه توی بحث پرداختش هم میگید، حالا این تبلیغ نیستش ولی من میدونم که حالا ایرانی کارت میتونید حالا حساب باز کنید و اونجا براتون یوزر پستون رو میدید و میرن براتون اکانتتون رو میخرن و حالا پلتفرم‌های دیگه هم حتما هستن و میتونید از اونها هم استفاده کنید، ولی من اون چیزی که میشناختم و بهتون گفتم. من وارد اکانت میک هم میشم. یه قسمت اینجا حالا منوهایی که وجود داره رو میبینیم. یه قسمت اینجا هست به نام AI Agent، نسخه بتاش اومده چون میگم خیلی جدیده و تازه اومده و ما میتونیم بیایم یه دونه AI Agent یه کور درست کنیم و توی قسمت‌های مختلف بیزینسمون ازش استفاده کنیم. حالا من اینو بهتون جلوتر توضیح میدم. واسه یه چنل، یه بات تلگرامی که بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، شما میتونید هر باتی رو بیاید وصل کنید و ازش استفاده کنید. این اصلا مهم نیستش که حالا این باتی که من میگم و شما بیاید وصل کنید و استفاده کنید یا باتی که خودتون نوشتید و میتونید حتی استفاده کنید یا بات‌های دیگر استفاده کنید. ولی حالا این چون خیلی معروفه این بات فادر چون خیلی معروفه، حالا من اومدم توی این ویدیو ازش دارم استفاده میکنم و این کار خاصی رو انجام نمیده، فقط یه کانکشنیه بین تلگرام و حالا این سناریو و این AI ایجنت که پیام‌ها رو بفرسته و پیام‌ها رو بگیره و با کاربر صحبت کنه و هر باتی میتونه این کار رو انجام بده. شما توی مسیج هاتون میاد مینویسید که تو سیو مسیجاتون میاد مینویسید که بات فادر و روش کلیک میکنید یه همچین چیزی باز میشه. اینجا استارت رو که بزنید، تو پیام اول استارت رو که بزنید یه همچین منوی براتون باز میشه. تو قسمت نیو بات میگه که یه اسمی برای باتت بهم بگو، حالا هر چیزی که دوست دارید. مثلا میتونید بگید که مثلا اسم فروشگاهتون رو میتونید بگید یا اسم خودتون رو میتونید بگید، هر چیزی که دلتون بخواد. مثلا من میام می نویسم که مثلا امیر حسین تست مثلا اسم باتون میذارید. حالا گفته یه یوزر نیم باید براش بنویسید. این یوزر نیم همینیه که کاربرا ادساین این یوزر نیم رو میزنن، وقتی روش کلیک کنن این بات باز میشه و میتونن باهاتون صحبت کنن. اینم میتونید مثلا اسم فروشگاهتون رو بنویسید و کلیک کنید کاربر روشون بزنن و این بات باز بشه براتون. مثلا من می نویسم امیر حسین. اینجا باید با آندرلاین فقط فاصله بدید، یعنی اسپیس اینجا نباید بخوره، اینجا آندرلاین میخوره. تست بات یه همچین چیزی. میتونید شما اسم فروشگاهتون رو بنویسید بات بنویسید یا میتونید اسم فروشگاهتون آندرلاین ساپورت بنویسید. هر چیزی که مد نظرتون هستشو میتونید اینجا بیارید و ازش استفاده کنید. میگه که این یوزرنیم استفاده شده. حالا من میام یه عددی هم مثلا تهش میذارم، مثلا 1000 مثلا میگه که اینو قبول نمیکنه. بات میگه که باید با بات آخرش تموم بشه. حالا من میام اینجا می نویسم تست 23 بات. خب اینو قبولش کرد و این شد. اینو میتونید همه جا کپی کنید رو وبسایتتون بذارید یا حتی امیرحسین آندرلاین تست 23 آندرلاین باتو مثلا با ادساین بنویسید و واردش بشید. اینجا یه توکنی بهتون میده که بعداً ما میایم از این توکن استفاده میکنیم توی سناریومون. حالا فعلا بریم وارد سناریو بشیم. توی این قسمت، تو قسمت سناریو وارد میشیم. من حالا یه فولدر اینجا میام میسازم AI Agent Test 01.
میتونید یه فولدری بیاید اینجا بسازید و حالا اگه حالا از این نرم افزار استفاده میکنید، از مک استفاده میکنید، با بقیه یا حالا فلوهایی که زدید قاطی نشه و میتونید هر موقع که خواستید میتونید اینجا اضافه کنید چیزی یا کم کنید یا پاوز کنید یا استارتش کنید. و من حالا اومدم این از قبل ساختم AI ایجنت تست، واسه 3 تا سناریو درست کردم که حالا خیلی این ویدیو طولانی نشه، ولی با هم دیگه میریم هر قسمت رو با هم دیگه میبینیم و بهتون میگم دلیلش چیه. شما اول توی این قسمت میاید create new scenario رو میزنید، یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه و مثلا میاد مینویسید اینجا تلگرام بات و این باز میشه براتون. ببین این استپ اولش تریگرتونه. تریگر یعنی اون ماشتون، یعنی این سناریو رو کی ران بشه. این هر لحظه در حال دیدن، در حال ارتباط گرفتنه که هر موقع اون اتفاق افتاد سناریوی شما ران بشه و حالا این AI ایجنت کار کنه و کاری که شما ازش میخواد و براتون انجام بده. اینجا طبیعتا وقتی ما داریم از یه تلگرام بات استفاده میکنیم، این باید هر لحظه نگاه کنه به اون تلگرام بات، هر موقع پیام جدیدی برای اون تلگرام بات اومد، اون بات با اون API توکنی که بهمون دادش و ازش استفاده خواهیم کرد میفرستدش به این سناریوی میکمون و اینو میگیردش و بقیه مراحل رو میبره جلو. پس ما اینجا نه سند تکست مسیج میخوایم نه ادیت تکست مسیج میخوایم، چون اینا اکشنه، اینا تریگر نیستش. نه این هیچ کدوم اینا رو نمیخوایم. اینجا یه ذره بیایم که پایینتر نوشته واچ آپدیتس، پایینش نوشته تریگرز وندر، حالا بقیه چیزا. وقتی این هر آپدیت رو نگاه میکنه روی این بات تلگرامیتون، هر پیامی که اومد این ماشه فعال میشه و این سناریوتون ران میشه. ما الان اینو انتخابش میکنیم. اینجا میگه که یه وب هوکی درست کن و حالا ممکنه برای شما حالا اینجا کرییت وب هوک باشه، اینجوری نباشه، چون من قبلا اومدم که این یه سری بات ها اینجا درست کردم. شما اینجا این قسمت ادو میزنید، مثلا میاد میگید که امیر حسین تست 01، حالا اسمشو میذاریم امیر حسین تست 01. یه کانکشنی باید بیایم درست کنیم، دوباره میشه امیر حسین تست 01 بات. حالا هر چیزی اینا اسمشو میتونید بذارید. اینجا اون توکنه که با هم صحبت کردیم و بهتون گفتم و نیاز داریم، میایم اینجا اینو روش یه بار کلیک کنید، این خودش به صورت اتوماتیک کپی میشه. میاد اینجا اینو پستش میکنید، سیو رو میزنید. این بات ساخته میشه الان، این کانکشن ساخته شد الان و من اینجا سیو رو که بزنم، نه امیر حسین تست 01 اینجا برای ما نمایش داده میشه و این باتمون الان وصل شد، این میک الان وصل شد به بات تلگراممون. حالا اگه بخوایم تستش کنیم اینجا یک کلیک راست میکنیم، ران دیس ماژول اونلی رو میزنیم و من وارد این باته میشم. ببین این هنوز در حال چرخیدنه و هیچ دیتایی بهش نیومده. من اینجا استارت رو که بزنم این یه پیامی دریافت میکنه. ببین استارت رو که بزنم این یه همچین پیامی دریافت که حالا من دوباره این رو رانش میکنم، میام اینجا نویسم سلام چطوری. این دوباره این پیام رو دریافت کرد. تو این قسمت مسیجامون که بیایم تکستمون سلام چطوری رو داره نمایش میده، یعنی این وصل شده و ارتباط گرفته. پس ما استپ اول سناریومون رو ساختیم. اینم یه پرانتز باز کنم. ببین من اینو اومدم که به ساده ترین حالت ممکن میخوام بهتون آموزش بدم و اصلا نگرانی نباشید که حالا زبانتون ضعیفه و حالا بعد با اون بات انگلیسی صحبت کنید یا به هر زبان دیگه ای میتونید، یعنی هر زبانی که شما بخواید میتونید با این بات صحبت کنید و بگید که کاراتون رو انجام بده براتون. حالا با هم دیگه من این سناریو رو اومدم فارسی دارم مینویسم و که ببینید که حالا حتی فارسی هم میتونیم با این ایجنت بگیم که کارامون رو انجام بده و چه چیزایی ازش میخوایم. ما استپ اولمون رو رفتیم و مرحله بعدی که باید اتفاق بیفته اینجا add another module رو میزنیم. اینجا وقتی پیامو گرفت یه AI ایجنتی باید اینجا ران بشه، اون پیامه رو
پروسسش کنه و ببینه که چی میگه، اون کاربر چی میخواد، مشکلش چیه، چه حرفی داره، چه درخواستی داره. و ما اینجا باید با یه AI ایجنتی بیایم اینو وصل کنیم. یعنی ماژول بعدی، استپ بعدی بعد از اینکه پیامو گرفت، چیز دیگه ای نباید باشه به جز اینکه اون AI ایجنتی که میخوایم باهاش بنویسیم، اون کره رو باید بنویسیم. اینجا ما میایم می‌نویسیم AI agent، اینا اینجا پیداش کنم، make AI agents، اینو میزنیم، run an agent رو میزنیم، یه دونه ایجنت میخوایم بسازیم با هم دیگه. یه صفحه ای الان باز میشه. ببین من چون اینجا قبلا اومدم ایجنت هایی ساختم، اینو داره به هم اینجوری نشون میده. حالا شما اینجا create agent رو که بزنید یه همچین صفحه ای براتون باز میشه و یه کانکشن اینجا شما باید داشته باشید که من دوباره اینو از قبل به چت جی پی تی اومدم کانکت کردم، ولی شما دوباره اینجا وقتی ادو میزنید این AI ایجنت رو بعد به یه دونه هوش مصنوعی کانکت کنید. حالا هم میتونید جمینای کانکت کنید، هم میتونید گراک رو کانکت کنید، هم میتونید چت جی پی تی، هم میتونید آنتروپیک، هر چیزی که توی این لیستش هست. اینجا وقتی ادو که بزنید کانکشن تایپ رو ازتون میخواد، میگه به اون اوپن ای آی میخوای کانکت کنید یا اوپن ای آی همون چت جی پی تی، آنتروپیک یا بقیه به گراک میخوای کانکت کنید، ایکس ای آی یا جمینای یا هر چیز دیگه یا میتونید بهش other providers هم حتی میتونید با API بیاید بهش کانکت کنید. اوپن ای آی رو من انتخاب میکنم چون من اکانت چت جی پی تی دارم. الان بهتون میگم که چطوری بیاید وصلش کنید. ببین شما یه چت جی پی تی دارید اینجا که حالا اطلاعاتتون رو میاد باهاش صحبت میکنید و میگیرید. یه دونه اینجا بهتون AI توکنی بهتون نمیده. ببین برای اینکه بهش بتونید بیاد کانکت کنید یه کانکشن نیم ازتون خواسته. مثلا من میام مینویسم AI agent test، اسم کانکشن نیم، اما هر چیزی شما میتونید، مثلا اسم فروشگاهتون رو میتونید بنویسید یا هر چیزی که دلتون بخواد. یه API key از شما میخواد. این API key رو توی اکانت چت جی پی تی تون بهتون نمیده. شما باید بیاید تو گوگل سرچ کنید اوپن ای آی لاگین، یه همچین صفحه‌ای براتون، یه همچین سرچایی براتون باز میشه. اوپن ای آی پلتفرمی که بزنید سایتش براتون باز میشه، میاد رو قسمت خود لاگین openai.com/login. اینجا یوزر پس اکانت چت جی پی تی تون رو میزنید، هیچ فرقی نداره. یعنی وارد پنل چت جی پی، وارد پنل اوپن ای آی تون میشید. خب ببین یه همچین محیطی براتون باز میشه. این محیط اوپن ای آی که حالا داشبوردتونه که میتونید باهاش کار کنید. یه قسمت اینجا داره به نام پراجکتتون هستش که این قسمت تهیش کرییت پراجکت داره. شما میتونید یه پراجکتی برای خودتون درست کنید. حالا اگه تعداد زیادی پراجکت وصل کردید میاد اینجا یک پراجکت میذارم، مثلا AI agent store، هر چیزی اینا اسم میدونید. مثلا میتونید اسم فروشگاهتون رو بدن یا هر چیزی که دلتون بخواد. AI agent store مثلا من زدم، میام اینو درست میکنم. این پراجکت ساخته شد. تو این قسمت ستینگ هم میام این قسمت ستینگ رو میزنم، یه سری ستینگ ها اینجا باز میشه. API keys، اینجا هیچ API key ما نداریم. اینجا create secret رو میزنیم، نیمش رو هر چیزی که دلتون بخواد، AI agent پراجکتتون انتخاب میکنید که تو کدوم پراجکتتون بیاد تو AI agent store. پرمیشنش هم رو آل بعد بهش بدید. اینه که بزنید یه API key به شما میده. اینو اینجا کپی میکنید میاید داخل میکتون و روی این API key تون اینو میدید. ارگانیزیشن آیدی هم میخواد که حالا بهش ندادید هم مشکلی نداره، یعنی چیز مهمی نیستش، ریکوایرد نیست. اینجا سیو من میزنم. ببینید الان کانکت شد. AI agent تستم با اکانت اوپن ای آی هم کانکت شد. این AI agent یه نیمی بعد داشته باشه. میاد مثلا توی میک یه نیمی بعد داشته باشه. میام مینویسم AI agent store test. حالا من اینقدر اسمای متفاوت گذاشتم، اون قاطی نکنید چون که چیز خاصی نیستش و هر چیزی که شما دلتون بخواد میتونید اونجا به عنوان تست بیاید بذارید.
اینجا مدل، حالا مثلا اگه اوپن ای آی انتخاب کرده باشید مدل‌های اوپن ای آی رو میاره، اگه جمینای انتخاب کرده باشید مدل‌های جمینای رو میاره، یا آنتروپیک مدل‌های آنتروپیک رو میاره. من چون اوپن ای آی انتخاب کردم مدل‌های اوپن ای آی رو برام میاره. میتونید از چت جی پی تی 4o استفاده کنید مینیش، یا خود 4o استفاده کنید. این دوتا خیلی کاربردیه و بر اساس قیمتش هم متفاوته، یعنی ارزون ترینش جی پی تی 4o مینیه فکر میکنم و گرون ترینش هم فکر کنم 4o باشه. حالا میتونید از خود چت جی پی تی ازش سوال کنید و بگید که حالا مدل قیمت گذاری تو بگو، بر اساس توکن و پیامایی که بهش میدید یه قیمتی ازتون میگیره. و وقتی اینو اومدید ساختید شما باید اکانتتون هم بیاید اینجا شارژش کنید. تو قسمت اینجا بیلینگتون میرید و حالا دوباره میتونید از اون سروره، از اون مثلا ایرانی کارت یا هر جایی که حالا این اتفاق براتون انجام میدن درخواست کنید که براتون یه پولی داخل اکانت اوپن ای آیتون واریز کنه. و این اصلا یعنی شما اگه 10 یورو وارد $10 وارد اکانت اوپن ای آیتون کنید، فکر میکنم تا بر اساس تعداد درخواستتون داره، ولی تعداد خیلی زیادی درخواست رو برای یه فروشگاه معمولی ماهی $10 تعداد خیلی زیادی درخواستش رو میتونه پاسخ بده و میگم برای یک ماه حتی کافی باشه، چون تقریبا پیام هایی که باهاش ارتباط برقرار میکنه رو پایه‌های فکر میکنم 1 سنت و اینجور چیزا باشه، 1 سنت و 2 سنت و 3 سنت و اینا ازتون پول داره میگیره و خیلی هزینه بالایی نیستش، اصلا نگران نباشید. و اینجا میام مدلم انتخاب میکنم. من معمولا یا 4o انتخاب میکنم یا 4o مینی انتخاب میکنم. حالا من میام اینجا 4o مینی رو انتخاب میکنم. یه سیستم پرامپتی از شما میخواد و میتونید بیاید اینجا سیستم پرامپتتون رو فارسی بنویسید فلان فلان، یا میتونید بیاید از یه قسمت دیگه. من حالا اینو زدم که این سیو بشه. میتونید بیاید از این قسمت AI ایجنتتون، این قسمت AI ایجنت اینا، از این قسمت AI ایجنت اینا میادش اینجا، این AI ایجنت استور تست. اینجا هم میتونید بیاید پرامپتش رو بهش بدید، یعنی حتی اگه یه پرامپتی دادید ادیتش خواسته بکنید از اینجا میتونید بیاید ادیتش کنید. من قبلا یه دونه پرامپتی نوشتم و میتونیم از این استفاده کنیم. نوشتم تو یه پشتیبان ربات تلگرام هستی که کاربران پیام میدن و سوالشان رو میپرسن و تو باید با لحن دوستانه جواب آنها رو بدهی و اقدامات لازم رو انجام بدهی. کار اول، ببین کارهایی که باید براتون انجام بده رو اینجا میاد مینویسید براش. کار اول، با توجه به سوال کاربر از بانک اطلاعاتی موجود که اینو با هم دیگه میبینیم یه ذره جلوتر، جواب سوال رو پیدا کن و با لحنی دوستانه پاسخ رو آماده کن. کار دوم، در صورت درخواست رسید پرداخت یه پیام آماده کن و از او شماره سفارش را بپرس. کار سوم، در صورت درخواست رسید پرداخت و موجود بودن شماره سفارش رسید پرداخت را پیدا کن و لینک رسید را برای کاربر ارسال کن. کار چهارم، در صورتی که جواب سوال کاربر رو نتونستی پیدا کنی یه پیام برای کاربر آماده کن و بگو منتظر بمونه و درخواست را به یکی از پشتیبان‌ها ارسال کن به صورت لحنی دوستانه. این اینجا این پرامپتی که من نوشتم و حالا میتونید ازش استفاده کنید و طبیعتا اینو میتونید عوضش کنید و پرامپتی که خودتون بخواید رو بنویسید. میتونید حالا اگه یه کار دیگه مثلا خواستید شکل بدید میتونید به عنوان کار پنجم، این معمولا تسک ها رو با کار چهارم، کار پنجم یا تسک 5، تسک 4، تسک 6 میتونید بهش اضافه کنید، یعنی میاد از اینجا متوجه میشه. کارهایی که باید انجام بده اینجا بهش میگید. حالا من اینو میام کپیش میکنم که خیلی هم وقتمون گرفته نشه. میام روی اینی که درست کردم AI agent test میام اینجا پیستش میکنم ناشش و سیو رو میزنم. این پرامپتش آماده شد. دوباره میام اینجا، این همینی بودش که ساخته بودم. ببین حالا ما یه سری این کار اول، کار دوم، کار سوم، کار چهارم رو باید براش دسترسی ایجاد کنیم که بتونه بره اون کارهایی که ازش میخوایم و دسترسیشو ببینه و انجامش بده و بیایم حالا اون چیزی که میخوایم رو به همون برگردونه.
پس اینا رو در آینده، یعنی تو چند ثانیه آینده میایم میسازیمش و وصلش میکنیم به این AI ایجنتی که داریم. الان این سناریوی کورمون رو باید براش درست کنیم و سناریوی کورمون اولش این بود که اون ربات تلگرامی رو میومد نگاه میکرد، هر درخواستی بودش میفرستاد به AI ایجنتمون، اون یه سری ریسپانس ها، یه سری کارها انجام میداد و حالا اون باید یه دسترسی داشته باشه به تلگرامه، به اون ربات تلگرامیه که بیاد جواب کاربر رو بده دیگه. یعنی بهش گفتیم آقا رسید پرداختتو، اگه کاربر خواسته شماره سفارش مشتری رو ازش بگیر. خب اوکی، میخواد شماره سفارش مشتری رو بگیره، چجوری ازش بگیره؟ باید یه دسترسی داشته باشه به اون ربات تلگرامیه که بیاد بهش بگه که حالا این پیامه رو بفرست که کاربر ببینه و بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم. پس اینجا میام یه another ماژول میزنم، دوباره تلگرام بات send a text message or reply. این الان به کار ما میاد. میام اینجا اینو میزنم. این چت آیدی میخواد از ما و این چت آیدی که اینجا ارتباط گرفتیم نباید بره با یه جای دیگه، با یه کاربر دیگه صحبت کنه. همین کاربری که اومده بهش پیام داده یه چت آیدی داره، اون چت آیدی رو میایم ازش استفاده میکنیم. ببین اینجا لیست کامل دیتاهایی که توی واچ لیست اولمون بهمون داده ربات تلگراممون رو بهمون میاره. توی قسمت مسیج یه قسمت داریم به نام چت، اینجا این چت آیدیمون اینجا هستش، اینو میایم بهش میدیم. تکستی که باید برای کاربر برای اون چت ارسال کنه چیه؟ ریسپانسیه که AI ایجنت به ما میده، یعنی اون اقدامیه که اون AI ایجنت میخواد انجام بده، حالا پیام یا هر چیز دیگه هستش. میام اینجا این ریسپانس رو میزنم و اینو کرییتش میکنم. بقیه مراحلش خیلی مهم نیستش و ازمون نمیخواد، سیوش میکنیم. یه قسمت دیگه داریم که اینو باید بیایم کاملش کنیم. ما اومدیم فقط اون پرامپتر رو اونجا نوشتیم و بقیه مراحل رو نیومدیم کاملش کنیم توی اینجا. ببین یه چیز جالبی که اینو متمایزش میکنه از بقیه، یعنی میگم که یه انقلابی به وجود اومده، واسه همینه که این ترید آیدیه اینجا به وجود اومده. ببین مشتریه میاد یه چتی رو شروع میکنه، استارت میکنه ساعت 10 صبح، میاد میگه سلام چطوری، من مثلا پرداختم رو انجام دادم، مثلا میخوام تو سایتتون پرداخت کنم، نمیتونم درگاه پرداخت رو باز کنم. مثلا این میاد این قابلیت رو داره، بهتون نشون میدم. این میاد میگه که اوکی میتونی کارت به کارت کنی، بعد مشتری میگه اوکی. بعد مثلا ساعت 10 صبح چتر رو میبنده مشتریه، گوشو لاک میکنه، میره بیرون کاراشو انجام میده. یا آبربانک هم مثلا پیدا میکنه، حالا با همراه بانکش انجام نمیده، میره آبربانک هم پیدا میکنه، ساعت 4 بعد از ظهر کارت به کارت انجام میده، رسیده رو عکس میگیره، دوباره میاد همون چتر رو باز میکنه، نیو نمیکنه. معمولا رفتار مشتری همون پشتیبانی‌ها رو باز میکنه، میگه سلام، اونم میگه سلام، میگه من رفتم پرداخت رو انجام دادم، میگه حالا رسیدتو بفرست برام، و مشتری میاد تو همون رسیدو میفرسته. این یکی از چیزای خفنی که داره. دوباره نمیاد بگه که سلام چطور میتونم کمکت کنم، این بگه که یادت من رفتم نمیدونم به گفتم که میخوام پرداخت کنم، اون میگه نه یادم نمیاد نمیدونم فلان. این میاد ادامه گفتگو رو با مشتری شکل میده و این ترید آیدیه توی هر ریکوست پست میشه و باش با اون ترید آیدیه ارتباط میگه، یعنی اون تو هیستوریش میمونه و این خیلی اتفاق جالب و قشنگیه. ترید آیدی بعد یونیک باشه. ترید آیدی همون چت آیدی است، یعنی اگه مشتری یه چت جدید باز کرد یه دونه کانورسیشن جدید بعد این AI ایجنت بسازه. اگه همون چت رو تا 2 سالم اومد هی ریپلای روش زد، باید مشتری رو بشناسه و بره از تو هیستوریش بخوندش. پس ترید آیدی تو قسمت مسیج چت همون چت آیدیمون میشه و این باید یونیک باشه. اینجا این مسیج داره، مسیجیه که از کاربر میگیره، پیامی که از کاربر میگیره. مسیجمون چی میشه؟ سلام چطوریه میشه، تو قسمت تکستمون میاد میشینه، این مسیجمون میشه. و اینجا ادیشنال سیستم اینستراکشن داریم. ببین اینجا یه یوزرنیم، ببین اینا کاملا سلیقه‌ایه دیگه از اینجا به بعدش، و میتونی مثلا بهش بگی که اسم کاربر مثلا این هستش و میتونی کاربر رو به این اسم صدا بکنی. یعنی اینا یه ادیشناله، یه چیزای اضافیه که بهش میدی، اطلاعات اضافیه و این میتونه خیلی جذاب‌تر بکنه اون گفتگو رو و شبیه انسانش بکنه. حالا من اینجا میام، حالا اینو سیوش میکنم، یه دونه از قبلی که ساختم و اینا رو میام بهش اضافه میکنم. نه بذار همینو که با هم دیگه رفتیم و ببریمش جلو.
اینو میام میگم که اینجا سیف نشد، اشکال نداره. میام اینجا چت آیدیمو دوباره بهش میدم، اسم کاربر میر حسین هستش. اینو بهش دادم، مسیجمو بهش میدم و اینو اینجا سیوش میکنم. خب میام اینجا سیوش میکنم، اینم یه اسم بهش میدم، مثلا تلگرام بات تست فاینال. اینو میام اینجا سیوش میکنم و فعالش میکنم، سیوو میزنم. این الان ساخته شد. خب حالا باید بیایم بهش دسترسی ها رو بدیم. ببین این AI ایجنته که اینجا ما درست کردیم یه سری سیستم تولز داره، اینا همون دسترسی هاییه که این AI ایجنت داره که مثلا میاد اون بانک اطلاعاتیه که اینجا نوشتیم و این بانک اطلاعاتیه رو میاد میخونه ببینه جواب کاربر اینجا هستش یا نیستش، یا نمیدونم میاد فلان کار رو انجام میده یا میاد بیسار کار رو انجام میده. این بانک اطلاعاتیه، اینا رو باید بیایم اینجا بهش دسترسی بدیم و به عنوان سیستم تولز باید بیایم بهش بدیم. من اومدم قبلا اینا رو ساختم چون که یه خورده تایم ویدیو طولانی نشه. مثلا اومدم find answer from گوگل، میایم دوباره همین مراحل. ببین برای هر کدوم اینا تو همین فولدر میایم create new سناریو رو میزنیم و یه همچین صفحه که با تو create new سناریو رو میزنیم، گوگل داکس رو انتخاب میکنیم، سرچ میکنیم گوگل داکس، get content of a document رو توی اون ریز نقش هایی که داره زیرش رو میزنیم و همچین صفحه‌ای برای ما باز میشه. میگه که آقا اون کانتنت رو دوباره باید کانکشن بزنید بین این و اون گوگل داکسه و میایم اینجا این ادو میزنیم، ایمیل تو بهت دسترسی، یعنی یه صفحه باز میشه، ایمیل تو ازت میخواد که آقا به کدوم ایمیل وصلش کنم، تو من میگه آقا به این وصلش کن و به گوگل داکست دسترسی پیدا میکنه. من اومدم یه گوگل داکس درست کردم به نام تلگرام بات ساپورت، زومش کنم، یه سری دیتا هایی که حالا به ذهن خودم رسید، یعنی اینو میتونید شما کامل ترش بکنید و هی آپدیتش کنید. مثلا میاد نگاه میکنید مثلا مشتریای من الان خیلی دارن این سوالو میپرسن، میاد تعیین اضافه میکنید و اون سوال دیگه حل میشه و سوالایی که بهتون ارجاع داده میشه میاد بهتون وصل میشه و حل میشه. یعنی یه سوالی که خیلی تکرار میشه رو تعیین اضافه میکنید و دیگه اون سوال دیگه بهتون ارجاع داده نمیشه، خود این میاد جواب میده و اینو هی میتونید آپدیتش کنید در لحظه، در ثانیه. من اومدم یه سری اطلاعات نوشتم، اطلاعات شرکت، نام امیرحسین، حالا شما میتونید اسم شرکتتون رو بنویسید، اسم فروشگاهتون رو بنویسید، آدرس، شماره تماس، ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بجز روزهای تعطیل، اطلاعات راجع به زمان دریافت محصول که محصولم میرسه، اطلاعات راجع به مرجوعی، روش خرید، به دو صورت میتونید شماره کارتتون رو بنویسید و اینا رو من اومدم نوشتم اینجا. خب و اومدم این میکر رو بهش دسترسی دادم، گفتم آقا توی مای درایوم یه دونه داکیومنت آیدی، یه داکیومنت دارم به نام تلگرام بات ساپورت، بیا از اینجا اینو بخونش. میام اینو ران ماجول اونلی میزنم، اینو میاد میخوندش دوباره. اینو اگه داکیومنت رو بازش کنیم، نه تو کانتنتش ببین هر خط اومده، این حالا خودش متوجهه که چی جوری این دیتا رو بفرسته و هر خط اومده این کار رو انجام داده. فکر کنم مثلا من اینو اگه باز میکردم اینجا یه تکست کانتنت داره، این هاشش، این تکست کانتنت کل اینو اومده خونده و براتون آمادهش کرده. حالا اینو اومده خوندتش، اینو یعنی ما باید به اون AI ایجنت این دیتا رو بفرستیم، بگیم بیا این همون بانک اطلاعاتی است که میخواستی. اینو که نمیتونه خودش بره، مثلا این هنوز این فهمو پیدا نکرده که خودش بره اونو بخونه. این میاد اونو بازش میکنه بر اساس سناریویی که دارید و اون دیتا رو بعد بفرستی براش، آقا این همون بانک اطلاعاتی است، بیا ببین چیکار میخوای بکنی. من میام اینجا
حالا فرض کن که اینو نداریم، این اد انادر ماژول رو میزنیم، یه همچین چیزی باز میشه. میام مینویسم اینا تو قسمت سناریو، میام مینویسم سناریو ریترن اوتپوت رو روش کلیک کنم، یه همچین چیزی برای من باز میشه، یه همچین چیزی میاد برای من. و یه همچین چیزی که باز بشه، اینجا یه قسمتی برای من باز میشه. ببین این هم یه توضیح بدم، یه قسمت جدیدیه که ببین که اضافه شده. یه سری سناریو اینپوت داریم، یه سری سناریو آوتپوت داریم که اینا رو میریزه توی متغیری و پاسش میده به حالا میک و اون AI ایجنت. یا یه سری سناریو اینپوت داریم، این اگه مثلا اون AI ایجنت رو نداشت، اون متن رو توی گوگل داکسمون نداشت، یه سری متغیرها میخواستش که بره یه جا سرچ کنه. مثلا میخوایم بریم تو CRM مون ایمیل کاربر رو، اسم کاربر رو سرچ کنیم ببینیم چه استیتیه. این یه اینپوتی میخواد و اینجا میایم یه سری متغیرها تعریف میکنیم براش. حالا اینو تو استپ بعدی فکر کنم اومدم نوشتمش. یه سری متغیرها اینجا میایم تعریف میکنیم، مثلا ایمیل، مثلا مینویسیم ایمیل، تایپشو میذاریم تکست و این میاد این متغیرها رو خود AI ایجنت میاد اینا رو فیلش میکنه، پرش میکنه و مثلا ایمیل رو میاد با اون ایمیل کاربره که اول پیدا کرده همسو میکنه و لینکش میکنه و اینو خودش اتوماتیک استفاده میکنه و تو میای از این اینپوت ها استفاده میکنی. من اینجا اومدم یه دونه آوتپوت درست کردم، کمپانی FAQ، و اینو اومدم اطلاعات مربوط به شرکت، تکست، اینو اومدم همچین چیزی رو تو اینجا درست کردم. شما هم میتونید بیاید توی این سناریو آوتپوت اد آیتم رو بزنید و همچین چیزی رو درست کنید. و اومدم تو این ران آوتپوت اینا میبینی اینجا، اینو که بزنی یه کرییت نیو داره، اینو بزنی عین همین میمونه که این تو اینجا بیای اینجا اد آیتم رو بزنی. این دوتا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن وقتی خام باشه. تا اینو وقتی درست کنی کمپانی FAQ آوتپوتت میشه، میای اون متن رو انتخاب میکنی. آقا این متنه که پیداش کردی و بیا توی این آوتپوت من بفرست و برش گردون به اونجا. اینو میای سیوش میکنی. فقط یه نکته ای، شما وقتی میاید اینو درست میکنید این یه همچین شکلی میشه برای شما، این شکلی عکس ساعت این تریگره. اینو من میام اینجا میزنم روش، این بعد بیاد آن دمند باشه و هر بار که خواستش این ران بشه و اینو آن دمندش میکنم و اوکی رو میزنم اینجا، سیو رو میزنم، این یه اسمم براش میدم، این سناریو ساخته شد. خب حالا دوباره میام یه سناریوی دیگه لازم داریم، find receipt file. میام اینو میزنم ریسیپت فایل. مثلا مشتری میگه آقا من پرداختم انجام دادم، میخوام ریسیپت فایل هم بگیرم. حالا نمیدونم چقدر کاربردی میتونه براتون باشه یا نه. مثلا شما همه ریسیپت فایلاتون توی مثلا وردپرس یا توی هر جای دیگه ذخیره میشه و میتونید بهش دسترسی پیدا کنید و بگیرید از اون شماره سفارشی که اوردر آیدی که داره، یا اینکه میتونید مثلا روی دراپ باکس یا گوگل درایو آپلودش کنید و از اونجا بره بخونه. گوگل درایو چون که از ایمیل از جیمیل پشتیبانی نمیکنه، ببین مثلا amirhossein@gmail.com گوگل درایو با میک وصل نمیشه، یعنی یه سری راههای پیچیده‌ای داره که حالا ویدیوهاش توی یوتیوب هستش میتونید ببینید و میتونید ازش استفاده کنید. من چون حالا دراپ باکس خیلی سریع و راحت این کارو انجام میدم اومدم از دراپ باکس استفاده کردم و این روش اینجوریه که دوباره نیو سناریو رو اونجا میزنید، یه همچین صفحه باز میشه براتون، اون اد ماژول رو میزنید، سرچ میاد اینجا توش دراپ باکس رو انتخاب میکنید، مثلا یه همچین چیزی براتون باز میشه، دراپ باکس رو انتخاب میکنید، توی این صفحه‌ای که وجود داره سرچ فایل اند فولدر رو میاد میزنید، بعد بگرده دنبال یه فایل یا یه فولدری، یه همچین چیزی براتون باز میشه. میگه آقا این سرچه یه نیمی باید داشته باشه. خب این من چجوری اینو پیدا کنم؟ این سرچه باید یه اوردر آیدی داشته باشه که این AI ایجنت داره با اون طرف صحبت میکنه، میگه آقا اون شماره سفارش رو به هم بده، اونو میگیردش. همون چیزی که با هم دیگه صحبت کردیم، اینجا یه سناریو اینپوتی داریم ما و میتونیم اینجا اوردر آیدی رو اد کنیم و چت آیدی رو اد کنیم.
چرا حالا چرا چت آیدی؟ چون که اون بعد بره از اون چت آیدیه اون سیلز ریسیپت رو برای کاربر بفرسته، اون رسید پرداخته رو برای کاربر تو اون چت بفرسته و اینجا تو اون تلگرام باته اون چت آیدیه رو نیاز داریم که بره به همون کاربر بفرسته و اوردر آیدی هم نیاز داریم که کاربره اون شماره سفارشی که داده رو برای ما بیاد بگه و ما بیایم حالا بگردیم براش رسیدش رو پیدا کنیم که ببینیم میتونیم پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم. پس میام این دوتا رو میسازیم، اوردر آیدی شماره سفارش مشتری و چت آیدی پیام کاربر در تلگرام که اینا رو بهش دادیم و اوکیش میکنیم. میایم این دراپ باکس رو بازش میکنیم، میگه آقا سرچم چی باشه؟ اوردر آیدیم باشه، چون معمولا من فایل هایی که مثلا من الان یه فایل اومدم آپلود کردم، حالا این بستگی به خودتون داره، بر اساس اوردر آیدی میاد سرچ میکنید یا بر اساس اوردر آیدی به اضافه اسم کاربر میاد فایلاتون رو سیو میکنید یا هر چیزی که دلتون بخواد. من مثلا اومدم بر اساس اوردر آیدی سیو کردم. اینجا میام سرچم بر اساس اوردر آیدیمه، رو چه فایلی بگردم؟ رو فایلای پی دی افی بگرد، یه دونه لیمیت هم بیشتر نداشته باشه، یعنی یه فایل رو به این برگردون. سیوش میکنم. اینجا یه روتر من باز میکنم دوباره، اینجا کلیک راست توی همون اد نیو ماژول روتر رو که بنویسید یه همچین چیزی باز میشه که آقا فایل رو پیدا کرده اینجا یا فایل رو پیدا نکرده. اگه فایل رو پیدا کرده اینجا میام ببین شرط براش میذارم، همون ایف ایلزیه که داریم. میام میگم آقا توتال نامبر آف باندلز هم اینجا اگه 1 باشه یعنی پیداش کرده، اگه 0 باشه یعنی پیدا نکرده. پس میام اینو greater than and equals 1 میذارم. اگه پیداش نکرده بود میام توتال نامبر آف باندلز هم 0 میذارم، ایکوال 0 میذارم، فایل هم پیدا نکرده. اگه پیدا کرده دوباره میام یه دونه دراپ باکس باز میکنم، دانلود فایل رو میزنم، فایل رو دانلود میکنه و اون فایل رو به این شکل میام اون فایل آیدیه که اینجا پیدا کرده رو ببین. این دراپ باکس یه سری چیزا داره، یه فایل آیدی اینجا داره، اینا فایل اور فولدر آیدی، اینو میام بهش میگم اینو دانلودش کن و میام دوباره تلگرام رو اینجا سرچش میکنم، تلگرام باتو باز میکنم، سند داکیومنت اور ایمیج رو میام توی اون زیر قسمتایی که داره انتخاب میکنم. چت آیدی که توی اینجا رو ببین، چت آیدی اینجا نمیتونی پیداش کنی. بعد کجا پیداش کنی؟ اینجا یه دونه آکولادی کروشه اینجا هستش، اینو من میزنم، این سناریو اینپوت هایی که معلوم کردم و میام شکلش میدم. توی اون قسمت قبلی هم که با هم دیگه صحبت کردیم اونم نمیتونید پیدا کنید، بعد بیاد از این قسمت بیاد واردش کنید برای همون پی دی اف، برای همون داکیومنت بانک اطلاعاتیتون. میام اینجا چت آیدی رو میزنم، توی این چت آیدیه برو این فایل رو که از تو دراپ باکس دانلود کردی و بفرستش برای کاربره و میاد اینو میفرستدش. دوباره تو سناریو آوتپوت هم بعد بیام بهش بگم که بعد بهش بیام یه وضعیت بدم. اینجا میام یه دونه آوتپوت اینجا میزنم، مینویسم پی دی اف دیتا یا مثلا پی دی اف استاتوس هر چیزی یا اوردر استاتوس هر چیزی که دلتون بخواد. میگم آقا فایل واز اگزیست اند سند، فایل موجود بود و پیداش کردم و فرستادم براش، یا اگه فایل رو پیدا نکردی یه بگو فایل نات سند. خب این آوتپوت رو اینجا بهش میدیم که PDF دیتا یا PDF استاتوس حالا پیدا کرده، فایل نات اگزیست. اینجا مثلا تو این سناریو پیدا نکرده فایلو و توی اینجا اومده اینو پیداش کرده PDF استاتوس رو، فایل واز اگزیست اند سند. ما اینو که انجامش دادیم یه نکته اینجا وجود داره، این همیشه این کانکشنتون رو حواستون باشه که مثلا اگه تعداد ربات های دیگه ای ساختید کانکشنتون چیز دیگه ای نباشه. همونی که اون اول با هم دیگه ساختیم، امیروسن تست 01 باتو که من ساختم، این کانکشن همون باید باشه و اینو اینجا سیوش میگیرم. دوباره برمیگردم رو همین سناریو، یعنی میگم همین بودش دیگه. آره، یعنی اینم دوباره چک میکنیم. ببین این که وبهوکه، این حالا تست 01 گذاشتیم اسمشو ولی کانکشنش یه چیز دیگه است، اینم باید همون باشه. ببین این الان یه چیز دیگه است، اینو من قبلا ساخته بودم اونو انتخاب کرده، اینو بعد امیروسن تست 01 همینی که این اول اومدیم کانکشن ساختیم اینو بعد به اون وصلش کنیم و دوباره اینو سیوش میگیریم. خب ببین ما کلیات کارو تا الان انجام دادیم، فقط باید وصلش کنیم.
میام رو AI ایجنتمون، AI ایجنت استور تست همونی که ساختیم. حالا بعد این سیستم تولزا رو بهش بدیم که آقا برای این کاری که میخوای انجام بدی بیا از این استفاده کن، برای اون کار بیا از این استفاده کن. این ادو من میزنم، یه همچین صفحه باز میشه روی AI ایجنت فولدره که ساختیم اینا این دوتا رو ما وجود داره و داریمش. find answer from the Google Docs. حالا اینجا یه دونه دیسکریپشن هم ازتون میخواد، چون من اینو قبلا نوشته بودم دیگه از من نمیخواد، ولی وقتی که شما اینو بزنید اینجا اد دیسکریپشن داره، کاری که باید انجام بده رو بهش بگید، این خودش متوجه میشه که الان باید اینو انتخاب کنه یا چیز دیگه ایو. تو پرامپتتون گفتید که کار یک اینه، کار دو اینه، کار سه اینه. اینجا میگید آقا این یه دونه‌ای که من ساختم این همونی بودش که میره رو گوگل داکس دیتا رو پیدا میکنه. نوشتم یک بانک اطلاعاتی برای پیدا کردن سوال کاربر، در صورت معلوم بودن سوال کاربر میتونید جواب رو از این بانک اطلاعاتی پیدا کنید. دومی چیه؟ فایند ریسیپت فایل، همونی که میره دراپ باکس پیدا میکرد و فایل رو دانلود میکرد. این هم دیسکریپشنش نوشتم در صورت موجود بودن شماره سفارش کاربر این سناریو رسید پرداخت رو پیدا میکنه و فایل دانلود رو میفرستد. شماره سفارش و چت آیدی رو به صورت زیر بعد ارسال کنی. این چت آیدی و اوردر آیدی همون اینپوت سناریوهایی بودن که اولش میگرفتیم، یعنی بعد بهش بگیم که اینا رو بعد به عنوان پیش زمینه بهش ارسال کنی، خودش متوجه میشه. خیلی چیز سختی نیستش، یعنی شما با عین همین چیزی که خودتون دارید فکر میکنید و همینجا بنویسید و پیادهش کنید، مطمئن باشید که کار میکنه. این دوتا رو من اد میکنم. الان این AI ایجنتمون تقریبا ساخته شد. خب من دوباره میام اینو سیو رو میزنم، میام روی این AI ایجنت، اینو باید فعال باشه. ببین این همینیه که تست بات تلگرام با تست فاینال و این دوتا باید فعال باشه، آن باشه. وقتی که رو دمندم باید باشه. وقتی که انجام دادیم میریم یه تستی ازش میگیریم. من اینجا این آخریه که ساختم و میزنم، حالا اصلا میام اینو پاکش میکنم که یه دونه جدید بیام بسازم. اینو میام میزنم اینجا، استارت رو میزنم، با هم داره صحبت میکنه. اسممو پیدا کرده، اسممو توی چیزی که داشته پیدا کرده. سلام امیر حسین، چطور میتونم به شما کمک کنم؟ میام باهاش صحبت میکنیم. سلام چطوری؟ من خوبم مرسی، امیدوارم شما خوب باشید. چطور میتونم به شما کمک کنم؟ آدرس فروشگاهو بهم بگو. آدرس فروشگاهو بگو. فرض کن یک کاربر داره باهاش صحبت میکنه. آدرس فروشگاه ما اینگونه: تهران، خیابان پیروزی، کوچه پیروزی، پارک پیروزی، فایز پیروزی. اگه سوال دیگه دارید بکنید. ساعت کاریت، ساعت کاری مجموعه. ساعت کاری ما شنبه تا پنجشنبه. ببین هر سوالی که، یعنی هر روشی که هر جوری که دلت میخواد باهاش صحبت کنی، خودش پیدا میکنه روششو. من پرداخت کردم و الان رسید پرداختمو میخوام. خیلی عالی. لطفا شما رسید خود رو بفرمایید تا رسید پرداخت رو پیدا کنم. اینجا شما رسید رو از ما میخواد. من میام ببین این فایلی که اینجا من دارم 123 میام میذارم 123 من فارسی نوشتم ببینم میتونه. فکر کنم پیدا کرد. نه نتونست فارسی پیدا کنه. 123 بعد بهش بگم که فکر کنم انجامش بده. پرداخت پیدا کنم، اجازه بدید مدیر بگه تمکن نمیتونه کنه حدودی. ببین یه جای سناریومون مشکل داره که این نتونسته پیدا کنه. حالا خوب شد یه روش باگگیری داریم ما، اینا هر کدوم اینا ران داره میشه. خب ما الان وقتی بیایم اینجا این یه اروری بهش خورده. خب میایم نگاه میکنیم ببینیم اروری که وجود داره چیه. ببین نتونسته فایل رو آپلود کنه. تلگرام رسید رو پیدا کرده 100%، این رسید پرداخت رو پیدا کرده ولی نتونسته بعد ریکوست چت نات فاوند. این چت آیدی رو یحتمل نفرستاده برای ما. میایم یه نگاه بهش میندازیم ببینیم که چت آیدی و اینا رو چیکارش کردیم. چت آیدی رو دادیم به چت آیدی پیام کابل در تلگرام.
چت آیدی اینا رو درسته. من حس میکنم مشکل از اینجا باشه، از اینجا باشه که این چت آیدی رو نفرستادیم. ببخشید، یعنی من توی پرامپتم توی اینجا حس میکنم اومدم قبلیه که من تست گرفتم این داشت مشکلی نداشتش. ببین الان میام اینجا فکر میکنم اینو من نفرستادم، یعنی روی ادیشنال دیتاه باید بیام اون چت آیدی من بفرستم. همین اینا ببین کاربر درباره تاریخ پرسیده و متوجه شد چت آیدی رو من باید تو استپ اول براش بفرستم که این متوجه بشه. هر کدوم که اینا نداشتیش میتونید اینجوری باگ گیری کنید. میایم اینجا بهش میگیم، ما اینجا اومدیم بهش گفتیم اسم کاربر رو فرستادیم. دوباره میام اینجا یه ادیشنال دیگه، چت آیدی کاربر هم اینه، چت آندرلاین آیدی 2 نقطه اینجا این چت آیدی مونم بعد بهش بفرستیم که این متوجهش بشه. این ترید آیدی رو داره میفرسته ولی چت آیدی رو ندارتش و سیوش میکنم. یه چیز دیگه که اینجا باید چک کنیم قبل از تست گرفتن دوباره اینه که اینجا ما چت آیدی رو با سی کوچیک نوشتیم یا سی بزرگ. فکر میکنم مشکلی نداشته باشه ولی حالا اینم چک میکنیم که دوباره به باگ نخوریم. چت آیدی من با سی بزرگ نوشتم. یه بار دیگه میام اینجا حالا اینم مینویسم، فکر نمی کنم مشکل داشته باشه ولی حالا من اینم کامل انجامش میدم که یه موقع در آینده دوباره به باگ نخوریم. اینو سی بزرگش میکنم، بعد الان مشکلمون حل شده باشه. سیوش میکنم، دوباره میام یه دونه دیگه باز میکنم، استارت. سلام، من رسید پرداختمو میخوام 1 2 3 1 2 3. من رسید پرداخت فارسی می نویسم ببینم پیدا کرد یا نه. 1 2 3 انگلیسیشو می نویسم. انگلیسی رو پیدا کرد، فارسی رو نمیتونه پیدا کنه. حالا ببین این یه تسته. خب شما میتونید مثلا بیاید یه کانورتر بنویسید که مثلا بیاد به خود چت جی پی تی یا خود همین به تو پرامپتتون اضافه کنید. اگه هر عددی فارسی بهت دادن تبدیلش کن به انگلیسی بعد ازش استفاده کن. یعنی همه اینا رو میتونید باهاش صحبت کنید. و الان این سردیسیت من اومد دانلود کرد. این من اینجا فایل رزومم رو آپلود کرده بودم، همین فایل رو اینم فکر کنم اومده و آپلودش کرده و داره استفاده میکنه. خب شما میتونید از طریق حالا اینو بعد عوضش کنی. ببین من یه تست نوشتم که فعلا کار کنه و میتونید بگی آقا تو متن دیگه لازم نیست که بگی دانلود رسید پرداخت، ما داریم اینو میفرستیمش. یعنی میشینید باهاش صحبت کنید چطور سفارشو ثبت کنم. خرید از سایت به وبسایت مراجعه کنید و میتونی لینک وبسایتت هم حتی تو اون پرامپت بنویسی و به جای اینکه به وبسایت مراجعه کنید لینک وبسایت رو براتون میذاره، یا اینکه خرید کارت به کارت، یا اگه سوالی رو نتونست پیدا کنه مثلا اینکه قیمت توپ چنده. فکر میکنم اینو نتونه جوابشو پیدا کنه. میگه که با یکی از کاربرامون یکی اسیستامون بهت پیام میده. متاسفانه مشخصات مربوط به توپ در بانک اطلاعاتی موجود نیست. اجازه بدید این موضوع رو با یکی از همکاران حساب کنید و با تو دادن. بعد میتونی بیای دوباره یه دونه تاسک اینجا کرییت کنی، عین همینایی که مثلا میومد رسید پرداخت دانلود میکرد، میای یه دونه دیگه ایجاد میکنی و وقتی نتونست جواب پیدا کنه مثلا میفرستادش یه ایمیل میفرسته به یکی از کاربرانتون، یا یه دونه چت توی تلگرام، یه پیام توی تلگرام به یکی از پشتیباناتون میده و اینو دوباره وصل میکنید به این AI ایجنتتون و این کار میکنه. این حالا کلیات این چیزی بودش که ساختیم و میتونید خیلی بیشتر گسترشش بدید، میتونید خیلی بهتر ازش استفاده کنید و من فقط یه
پیش زمینه‌ای بهتون گفتم که حالا اینو بتونید با توجه به نیازی که دارید خودتون استفاده کنید و ببریدش جلو. اگه خوشتون اومد از این ویدیو نظرتون رو برام بنویسید تو کامنت ها و اگه ویدیوهای دیگه‌ای هم حالا دوست دارید که براتون ضبط کنم و حالا آموزش‌های دیگه‌ای داشته باشیم برام تو کامنت ها بنویسید و خوشحالم کنید. ممنونم از توجهتون. موفق باشید. خداحافظ.